است. همین حاضر وقتی که شما این ویدیو را تماشا کرده ایستاده اید، آیا باوری دارید که شوهرتان در کار است؟ آیا باوری دارید که آن مردی که هر شب در پهلویش خواب می روید واقعا همان کسی است که شما میشناسید؟ من به شما وعده می دهم این قصه‌ای که امروز میشنوید نه تنها زندگی نگاره را سازاند، بلکه تمامی تصورات شما را درباره وفاداری دیگر میکند. این سر است که 20 سال حیات را به خاکستر تبدیل داد. پس از تماشای این ویدیو شما دیگر هیچگاه به شوهرتان مثل پیشتر نگاه نخواهید کرد. من به شما سر را فاش میکنم که حتی شیطان از آن شرم می‌دارد. آیا شما آماده اید که بدانید که در پشت نقاب شوهر نمونوی چگونه مخلوق پنهان شده میتواند؟ پس تا آخرین ثانیه گوش کنید، چون که هر یک دقیقه این قصه یک ضربه به قلب شماست. همش از یک صبح معمولی آغاز شد. نگاره در آشخانه کلان و با حشمتی خود ایستاده برای شوهر عزیزش عالم نهاری آماده میکرد. بوی قهوه تازه و نان گرم تمامی خانه را فرا گرفته بود. نگاره به خود در آینه نگاه کرد. زن در سن 45 سالگی ولی هنوز زیبا، با چشمانی که از مهر می‌درخشیدند. آنها 20 سال پیش ازدواج کرده بودند. 20 سال پر از سعادت. عالم مردی بود که همه زنها هوسش را می‌خوردند. او هیچگاه به نگاره صدا بلند نمی‌کرد. همیشه توفه‌های گرانبها می‌آورد و 3 فرزند آنها را مثل گوهرک چشم نگاه می‌داشت. عالم جان، امروز باز به دوشنبه می روید؟ پرسید نگاره وقتی که شوهرش با کستوم گرانبها با آشخانه درآمد. ها عزیزم، جواب داد عالم و نگاره را از پیشانه اش بوسید. تجارت ساختمانی آسان نیست. باید 1 هفته آنجا باشم. میدانی کو من این همه زحمت را برای آینده فرزندانمان میکشم. نگاره به این سخنان به تمامی هستیش باور میکرد. او فخر میکرد که شوهرش اینقدر کارگر است. او نمیدانست که هر یک بوسه عالم، هر یک سخن شیرین او یک خشت دروغ است که دیوار عظیم را در بین آنها ساخته است. پس از رفتن عالم، نگاره به تازه کردن حجره کاری مشغول شد. او کرته دیروزه عالم را گرفت تا به جامه‌شویی اندازد. ناگهان از جای بی کرته یک کاغذی خرد به زمین افتاد. این چکی یک مغازه بازیچه‌های کودکانه بود. نگاره چک در دست در جایش شخ شد. مجموعه لگو برای کودکانی از 3 سال بالا خواند او. در دل نگاره یک شبهه کوچک پیدا شد. پسر خردی آنها الکی 17 ساله بود و به دانشگاه آمادگی میدید. دخترانشان باشد الکی دانشجو بودند. برای کی عالم این بازیچه را خرید؟ نگاره کوشش کرد که این فکر را از سرش دور کند. شاید برای یگان جینش یا پسری شریکی کاریش خریده باشد. خود به خود گفت او. اما بوی کرته. این بوی عطر عالم یا عطر خود نگاره نبود. این بوی عطر زنانه شیرین و خیلی ارزان بود. بویی که به نگاره اصلا تعلق نداشت. آن شب نگاره خواب کرده نتوانست. او به تلفن عالم زنگ زد. لبی جانم. آواز عالم خیلی آرام بود. عالم جان، به من گویید که امروز برای کی لگو خریده اید؟ با لحن شوخی ولی با دل لرزان پرسید نگاره. در آن طرف خط خاموشی طولانی حکم فرما شد. خاموشی که نگاره را ترساند. آن برای پسر سرمحاسبه من خریدم. زادروز داشت. جواب داد عالم ولی در آوازش یک لرزشی ناآیان بود. نگاره گوشی را گذاشت. او 20 سال با این مرد زندگی کرده بود و میدانست عالم وقتی دروغ میگوید همیشه پیش از جواب دادن سلفه میکند و این دفعه او سلفه کرد. 3 روز گذشت. نگاره دیگر طاقت نکرد. دلش گویا پیشکی خبری بد را حس میکرد. او به کسی چیزی نگفت. چیپته خرید و به شهر دوشنبه به جای کار شوهرش رفت. وقتی او به آفیس عالم رسید، کاتبه با حیرت به او نگاه کرد. السلام علیکم اپای نگاره، شما اینجا چی کار نکنید؟ معلم امروز به کار نآمدند. گفتند که بیمار هستند و در خانه میمانند. در کدوم خانه؟ دلی نگاره به تپش درآمد. در مهمانخانه دائمی؟ نه،
معالم یک سلم شود که در مهمانخانه نمی ایستند. آنها در محله زرفشان حولی حریدند. این سخنان مثل یک تیر زهرآلود به جان نگاره رسیدند. حولی؟ عالم بابو در این باره چیز نگفته بود. نگاره سراغه را گرفت و با تاکسی به آنجا رفت. تاکسی در نزد یک حولی زیبای دوآشیانه ایستاد. نگاره از تاکسی فرامد. دستانش چنان می‌لرزیدند که کلیدی سمکه‌اش را به زمین افکند. او به در نزدیک شد. در نیمروغ بود. از درون صدای هنده کودکی می آمد. نگاره وارد حولی شد. آن چیزی که او دید از هر دو جهان بیرون بود. در بالای علفهای سبز، عالم شوهر 20 ساله او، مردی که صبح می گفت بدانی تو زندگی ندارم، در روی زمین نشسته با یک کودک 3 ساله لگاه بازی می کرد. کودک داده گفته به گردن عالم آویزان می شد و از درون خانه زنی جوانی شاید 25 ساله با پیشبند برآمد. عالم جان، خوراک تیار، بیایید با پسرتان آش خورید، گفت او با مهر. عالم زن را به آغوش کشید و در پیشانیش بوسید. محض همان بوسه‌ای که هر صبح به نگاره میداد. محض همان نگاهی که نگاره فکر میکرد تنها برای اوست. نگاره دیگر طاقت نکرد. او به پیش قدم زد. آوازش از قهر جهنم میبرآمد. عالم، این چیست؟ این کودک کیست؟ این زن کیست؟ عالم به عقیب نگاه کرد. چهرهش در یک ثانیه سفید شد، گویا مرده را دیده باشد. او از جای خست ولی زبانش لال بود. کودک از ترس آواز بگانه به پس مادرش پنهان شد. نگاره، تو اینجا چه کار میکنی؟ تنها همین را گفته توانست او. من در خانه خودم هستم. عالم، فریاد زد نگاره. در خانه‌ای که با پولهای من، با تیلاهای من، با عمر من ساخته شده است. این کیست؟ زنی جوان با ترس پرسید: عالم جان، این زنی کیست؟ چرا داد میزند؟ نگاره به سوی آن زن رفت. من زن او هستم، زن 20 سالش. ما 3 فرزند داریم. تو کیستی که در بالای بخت من خانه ساختی؟ زنی جوانی که نامش سعیده بود به زمین افتاد. او هم چیزی نمیدانست. عالم به او گفته بود که مجرد است، پدر و مادر ندارد و تنها برای کار به این شهر آمده است. در آن حولی 3 سرنوشت سوخته با هم وخوردند و این تنها آغاز جنگ بود. من به شما وعده می دهم آن چیزی که نگاره در تهخانه این خانه پنهانی یافت نه تنها عائله او را ویران کرد، بلکه او را 3 روز از زبان ماند. این تنها قصه زن دویم نیست. این قصه آن است که چطور یک مرد نقشوی سال تا سال حیات فرزندان خود را می دزدد تا نفس خود را سیر کند. اگر دلی ضعیف دارید، همین حاضر ویدیو را خاموش کنید، چونکه آن چیزی که در 40 دقیقه آینده رخ می دهد شما را به دهشت می آورد. آیا شما حالا هم به شوهرتان باور دارید؟ پس از این ویدیو شما حتی به نفس کشیدن او شبهه خواهید کرد. حولیه که تا 1 ثانیه پیش مثل جنت می نمود، به میدان جنگ خونین تبدیل یافت. نگاره ایستاده بود و ناخنهایش را چنان به کف دستش می فشرد که خون برآمد. او به سعیده، زن جوان و ترسیده که کودکش را به آغوش کشیده بود، می نگریست. تو می دانستی؟ پیچراز داد نگاره و آوازش به فریاد تبدیل یافت. تو می دانستی که او عائله دارد؟ که او 3 فرزند کلان دارد که هر هفته راهی او را می پایند؟ سعیده سرش را می جنباند. چهرهش مثل دیوار سفید شده بود. او گفت که یتیم است. گریه کنان گفت او گفت که در این دنیا بغیر از من و پسرمان کسی ندارد. او به قرآن قسم خورد که من یگانه زن او هستم. عالم خواست 1 قدم به سوی نگاره ماند، ولی نگاره مثل آن که از مخلوق دهشتناک گریزد به عقب رفت. دست نرسان، فریاد زد او. با آن دستایی که او را آغوش می‌کردی به من دست نرسان. 20 سال دروغ. 20 سال من به هر یک کلمه تو باور کردم. من تو را طبابت کردم. من شب‌ها راحت را پاییدم. من از دهان خود گرفته به تو دادم تا تجارتت بهتر شود. عالم سرش را پایان انداخت. کتفهای او که همیشه برای نگاره تکیهگاه می نمودند، حالا خیلی پست و ناچیز می نمودند. نگاره: من فقط می خواستم خوشبخت باشم.
این جمله پسترین بود که یک خیانتکار گفته می توانست. خوشبخت؟ نگاره با یک خنده تلخ و استریکی خندید. به عوض عمر من؟ به عوض اشک فرزندانم؟ نگاره تنها برای جنجال نیامده بود. او زنی بود که این تجارت را با عالم یک جای ساخته بود. او به درون خانه دوید. عالم خواست او را منع کند، ولی نگاره او را با چنان قوه اطلاع داد که تنها از غضب زیاد پیدا می شود. او می دانست که چی را می جوید. در کابینت این خانه نو او یک سیف را یافت. کشا، فرمان داد او. آنجا چیزی نیست نگاره، تنها حجتهای کاری. میلرزید عالم. کشا، وگرنه همین حاضر به میلیتسیا زنگ میزنم و میگویم که تو طلاهای مرا که 1 سال پیش گم شده بودند دزدیده ای. وقتی سیف کشاده شد، نگاره نزدیک بود که از هوش رود. در آنجا نه تنها بندهای پول میخوابیدند. در آنجا حجتهای صاحب ملکی این خانه بودند و صاحب خانه مادر سعیده بود. اما دهشتناکترش دیگر بود. نگاره قوطی طلاواری بابایی خود را یافت. همان قوطی که 3 سال پیش گم شده بود و نگاره برای آن شبها گریه می کرد. عالم آن را دزدیده به سعیده تحفه کرده بود. این گوشوارهای من است. پیچ راست زد نگاره. عالم، تو میراث فرزندان ما را دزدیدی تا برای معشوقت خانه بخری. در این لحظه سعیده که در نزد در ایستاده بود داد زد. او گفت که این تحفه مادرش است. او گفت که این میراث عائلوی آنهاست که برای من نگاه داشته بود. دو زن به یکدیگر نگاه کردند. در چشمان هر دو یک درد بود. هر دوی آنها را یک دیو فریب داده بود. نیگورو تلفنش را برآورد. حاضر من به تو قهرمانت را نشان میدهم سعیده. او به نشان دادن عکس ها سر کرد. انا عالم در زادروزی پیسری کلانی نگاره. همگی 1 ماه پیش. انا او در توی جیانش با نگاره رقص دارد و در نزد همه خویشاوندان قسم میخورد که نگاره یگانه عشق اوست. انا او در ویدیو میگوید نگاره این جانی من است. سعیده به اکران نگاه میکرد و دنیایش ویران میشد. او فهمید که افسانه او در بالای استخوان‌های زن دیگر ساخته شده است. برو عالم، آرامانه گفت سعیده و آوازش از یخ هم سردتر بود. لباسهایت را گیرو برو. تو مرد نیستی، تو تنها یک سایه هستی. من به کجا روم؟ با نامیدی داد زد عالم. نگاره، سعیده، مرا گوش کنید. به جهنم برو عالم، جواب داد نگاره. اما اول تو هر یک تین را بر میگردانی. پگاه ما به نزد نتاریوس می رویم. اگر تو این خانه را به نام فرزندانمان نگذرانی، من چنان می کنم که تو را برای قلابی حبس کنند. من تمامی حجتهای دزدیهای تو را از انداز دارم که اینقدر سال خاموش بودم. نگورا از دوشنبه برگشت، ولی او دیگر آن زن پیشتره نبود. چشمانش خالی، چهرهش کبود و دستانش همیشه می لرزیدند. او باید به فرزندانش حقیقت را می گفت. این مشکل ترین لحظه حیاتی او بود. فرزندان در مهمانخانه جمع شده بودند. پسر کلانی فردوس که نو 19 ساله شده بود، به مادرش با نگرانی نگاه می کرد. فردوس همیشه می خواست مثل پدرش باشد. او طرز راهگردی، طرز گپ زدن و حتی طرز بستن بند کفش های پدرش را تقلید می کرد. برای او عالم نه تنها پدر، بلکه یک خدای روی زمین بود. مادر، چی شد؟ پدرم کجاست؟ چرا تنها آمدید؟ پرسید فردوس. نگاران نفس چقوری کشید که گویا تمام درد دنیا را فرو می براید. بچه هایم، پدرتان دیگر با ما نیست. او ما را زنده به زنده گور کرد. وقتی نگارا درباره خانه زرفشان، زنی جوان و کودک 3 ساله نقل کرد، در خانه خاموشی مرگبار حکم فرما شد. تنها صدای ساعت دیواری شنیده می شد. تیک تک، تیک تک. گویا این ساعت ثانیه های آخرین خوشبختی این عائله را می شمرد. فردوس اول باور نکرد. او خندید، یک خنده تلخ و عصبی. نه مادر،
شما حتی میکنید. پدر من این خیل آدم نیست. او ما را دوست می‌دارد. او برای ما شب و روز کار میکند. اما وقت نگاره عکس‌ها را در تلفن نشان داد، فردوس شاخ شد. او به عکس پدرش که کودکی بیگانه را به آغوش گرفته بود نگاه میکرد. در آن ثانیه در درون فردوس چیز شکست. او حس کرد که گویا تمام جهان بر بالای سرش فرو ریخت. من میخواستم مثل او باشم، پیچی را زد فردوس. ناگهان او با تمام قوه مشتش را به دیوار زد. صدای شکستن استخوان‌های دستش و کفیدن دیوار شنیده شد. او مثل یک شیر زخمی فریاد میزد. دروغگوی، خائن، من از تو نفرت دارم، فریاد میزد و به سوی عکس پدرش که در دیوار آویزان بود. دختران نگاره که یکی 15 و دیگری 13 ساله بودند، در کنج دیوان یکدیگر را آغوش کرده بی صدا گریه می‌کردند. آنها نه تنها پدرشان را بلکه حس امنیت را از دست دادند. دیگر قهرمان آنها وجود نداشت. نگاره از دوشنبه برگشت، ولی او دیگران زنی پیشتره نبود. چشمانش خالی، چهرهش کبود و دستانش همیشه می‌لرزیدند. او باید به فرزندانش حقیقت را میگفت. این مشکل ترین لحظه حیات او بود. فرزندان در مهمانخانه جمع شده بودند. پسر کلانی فردوس که نو 19 ساله شده بود، به مادرش با نگرانی نگاه میکرد. فردوس همیشه میخواست مثل پدرش باشد. او طرز راهگردی، طرز گپ زدن و حتی طرز بستن بند کفش‌های پدرش را تقلید میکرد. برای او عالم نه تنها پدر بلکه یک خدای روی زمین بود. مادر چی شد؟ پدرم کجاست؟ چرا تنها آمدید؟ پرسید فردوس. نگاره نفسی چقوری کشید که گویا تمامی درد دنیا را فرو میبرد. بچه‌هایم، پدرتان دیگر با ما نیست. او ما را زنده به زنده گور کرد. وقتی نگاره درباره خانه زرفشان، زنی جوان و کودک 3 ساله نقل کرد، در خانه خاموشی مرگوار حکم فرما شد. تنها صدای ساعت دیواری شنیده میشد. تیک تاک، تیک تاک. گویا این ساعت ثانیه‌های آخرین خوشبختی این عائله را میشمرد. فردوس اول باور نکرد. چند روز پس سعیده، زن دویم عالم، به نزد نگاره آمد. او هم قربانی بود. سعیده در نزد دروازه ایستاده میلرزید. نگاره او را به درون خواند. آنها در آشخانه در سر یک میز نشستند. دو زنی که یک مرد را دوست می داشتند و هر دو را یک مرد فریب داده بود. این مکالمه باید خیلی آهسته و با جزئیات دهشتناک باشد. سعیده: او به من گفته بود که هیچ کس ندارد. گفت که پدر و مادرش در زمین لرزه وفات کرده اند و او در یتیمخانه کلان شده است. نگاره با تبسمی تلخ: به من باشد می گفت که تا آخرین عمر تنها مرا می پرستد. او حتی در روز ازدواجمان قسم خورده بود که اگر به من خیانت کند کور شود. می بینی؟ او کور نشد. وی ما را کور کرد. سعیده: او هر ماه به من این عطر شیرین را می آورد. می گفت که این بوی یگانه من است. نگاره در شاک: کدام عطر؟ ونیلا دریم؟ سعیده: بله، از کجا می دانید؟ نگاره: این عطر است که او به من می گفت که از آن نفرت می دارد. او می گفت نگاره هیچ گاهی این عطر ارزان را نزن، سرم درد می کند. می بینی؟ او به تو چیزی را می داد که مرا با آن عذاب می داد. او خندید، یک خنده تلخ و عصبی. نه مادر، شما خطا می کنید. پدر من این خیل آدم نیست. او ما را دوست می دارد. او برای ما شب و روز کار می کند. سعیده: او هر صبح پیش از به کار رفتن پیشانیم را بوسیده می گفت تو فرشته نجات مادر من هستی. نگاره آوازش می لرزد. او محض همین کلمه ها را به من می گفت. هر صبح ساعت 130 او مثل یک ربات بود. او یک سکریپت را برای هر دوی ما استفاده می برد. او ما را نه همچون انسان بلکه همچون لوحتک استفاده می برد. سعیده قطعه طلاواری را برآورد. این را به من 3 سال پیش داده بود. گفت که مادرش پیش از مرگش به او داده است تا به زنی دوست داشته اش بدهد. نگاره به طلاها نگاه کرد و رنگش پرید. این گوشوارها؟ این را پدری من به من در روز تولد پسرم تحفه کرده بود. من فکر می کردم که آنها را گم کرده ام. من تمامی خانه را کافته بودم.
گریه کرده بودم. او آنها را از من دزدیده و تو داده است. در این لحظه هر دو زن فهمیدند که عالم نه تنها خیانتکار بلکه یک جلاد روحی و دوست است. آنها در سر میز یکدیگر را آغوش کرده گریستند. این نه گریه رشک بلکه گریه دو قلبی سوخته بود. حیات من هم همین طور شکست. پیچ راست زد نگاره. او به جمع کردن شیشه ها سر نکرد. او به خانه خواب درآمد. او جامدان عالم را کشاد. او تمام لباسهای او را به زمین ریخت. او قیچی را گرفت و به بریدن کرته های سفید او سر کرد. هر یک بریشی قیچی گویا قصاصی بود برای هر یک دروغ او. این برای 20 سال من، این برای اشک دخترانم، این برای مشت شکسته فردوس، می گفت او و لباسها را پاره پاره می کرد. پس از آن او تمام عطرهای عالم را گرفت و به درون شویی یعنی رقاوینه ریخت. بوی تند عطر مردانه تمام خانه را گرفت که گویا روح حبیس عالم در خانه می گشت. نگاره ترزوا را کلان کشاد. بیرو، از حیات ما گم شو، فریاد میزد او به سوی باد. روز سود فرا رسید. آسمان شهر را ابرهای سیاه پوشیده بودند و باران میده میبارید که گویا زمین هم برای این عائله ویران شده گریه میکرد. نگاره لباس سیاه رسمی پوشیده بود. چهره او مثل سنگ سخت و بهیسیات مینمود. او دیگر آن زن ساده نبود که برای شوهرش هر صبح نان گرم میپخت. عالم به تالار صبح وارد شد. او کوشش میکرد که خود را با وقار نشان دهد، ولی کتفهای آفتاده و چشمان گریزانش حقیقت را خاش میکردند. او حتی جرأت نمیکرد که به چشمان نگاره نگاه کند. سودیه، یک زن میانه سالی جدی، به خواندن پرونده آغاز کرد. دعواگر: نگاره خان طلب دارد که تمامی مال و ملک مشترک از جمله تجارت ساختمانی و دوحولی به نام فرزندان گذرانیده شود. صدا داد آواز سودیه در تالار خالی. ادوکت نگاره به پا خست. او یک پاپکه کلان را بر روی میز گذاشت. محترم سودیه، ما اثبات میکنیم که مجرمی اساسی یعنی عالم در دوام 5 سال اخیر بیش از $100,000 سرمایه عائلوی را پنهانی به صورت حسابهای بیگانه گذرانیده است. او نه تنها خیانت عائلوی کرده است بلکه جنایت اقتصادی نیز صادر نموده است. او طلاهای میراثی زنش را دزدیده به زن دویمش تحفه کرده است. عالم از جای خست و با آواز لرزان گفت: این دروغ است. من آن پولها را برای رشد تجارت صرف کردم. نگاره هیچ چیز را اثبات کردن نمیتواند. در این لحظه نگاره به پا خست. او آهسته به نزد عالم آمد. بوی عطر تند نگاره به مشام عالم رسید و او را به یاد روزهای خوشبختشان انداخت. عالم، گفت نگاره با آواز پست ولی خیلی روشن، تو فراموش کردی که تمام حجتهای مالیوی تجارت را من ترتیب می دادم. من هر یک تینه ای را که تو برای آن زن صرف کردی قید کردم. تو فکر کردی که من نادانم؟ نه، من فقط تو را دوست می داشتم و نمی خواستم به این چیزها باور کنم. اما حالا چشمانم کشاده شدند. در مابین مرافعه سودی دری تالار کشاده شد و فردوس پسری کلانی آنها وارد شد. او در دست یک لفافه کلانی داشت. او با پدرش با چنون نفرت نگاه کرد که عالم به اختیار به عقب قدم زد. پدر، گفت فردوس و آوازش در تالار عکسی صدا داد. تو همیشه به من میگفتی که مرد باید با ناموس باشد. تو میگفتی که عائله مقدس است. اینها را بین. فردوس از لفافه عکس‌های را برآورد که در آنها عالم با زنان گوناگون در طربخانه‌های گرانبها دیده میشد. در حالی که نگاره در خانه بچه‌ها را تنها تربیت می‌کرد و برای صرفه پول خوراک عادی می‌پخت. معلوم شد که سعیده یگانه زنی دوم او نبوده است. عالم یک حیات پر از عیش و عشرت داشته است که حتی نگاره از آن
خبر نداشت. این ضربه نهایی بود. سودیه حکم را اعلان کرد. با نظر داشته دلیل‌های پیشنهاد شده و دزدی مال و ملک شخصی همسر، سود قرار می‌کند حوالی اساسی و 70% تجارت به نگاره و فرزندانش داده شود. حوالی در محله زرفشان بوده برای پوشانیدن ضرار مالیاتی مصادره کرده شود. عالم تنها با ماشین شخصیش و لباسهایش میماند. عالم به کرسی افتاد. او در 1 ساعت از 1 میلیونر به یک آدم عادی تبدیل یافت. او به فردوس نگاه کرد و دست دراز کرد. پسرم، مرا ببخش. فردوس دست او را رد کرد. برای من دیگر پدر وجود ندارد. من فامیلیم را عوض میکنم. من دیگر نمیخواهم نام تو را به دوش داشته باشم. پس از 1 هفته عالم به حوالی در زرفشان بوده رفت. او امید داشت که حداقل سعیده او را قبول میکند. او فکر میکرد که سعیده او را برای خودش دوست می‌دارد، نه برای پولهایش. وقتی او به نزد دروازه رسید، دید که قفل‌ها عوض شده‌اند. او زنگ را پخش کرد. سعیده برآمد، ولی او دیگر آن زنی حلیم و مهربان نبود. اینجا چی کار میکنی؟ پرسید او با سردی. سعیده جان، هرا در خانه راه ده. نگاره همه چیز را از من گرفت. من دیگر هیچ چیز ندارم. سعیده خندید. یک خنده تلخ و بیرحمانه. پس تو فکر کردی که من با یک گدا زندگی میکنم؟ تو با من گفته بودی که این خانه از من است، ولی معلوم شد که آن را هم سود گرفته است. تو با من دروغ گفتی عالم. تو مرا هم بدبخت کردی. حاضر از اینجا گم شو، وگرنه به پلیس زنگ میزنم. عالم در نزد دروازه بسته ماند. او با ماشینش نشست، ولی آن هم دیگر به او تعلق نداشت. بانک آن را برای قرضهای تجارتش مصادره کرد. او در مابین کوچه با یک جامدان لباس او به تلفن نگاره زنگ زد. نگاره، التماس، مرا ببخش. من خطا کردم. من در کوچه ماندم. عالم، جواب داد نگاره با آوازی آرام. تو در کوچه نمانده ای. تو به آنجای برگشتی که 20 سال پیش از آنجا آمده بودی. تو به 0 برگشتی. اما فرقش در آن است که آن وقت تو جوان بودی و من در پهلویت بودم. حالا باشد تو پیر هستی و در این دنیا کاملا تنهایی. این انتخابی خودی تو بود. خدا حافظ. 1 سال گذشت. نگاره حالا یک زن موفق است. او تجارت را نه تنها نگاه داشت، بلکه آن را وسیع کرد. فرزندانش در خارجه تحصیل می کنند. او هر صبح با تبسم بیدار می شود و دیگر تلفنش را پنهان نمی کند. عالم را باشد، گاه گاه در نزد بازار می بینند. او همچون راننده تاکسی در یک ماشین کهنه کار می کند. او همیشه به زنهایی که با شوهرانشان با مهر قدم می زنند با حسرت نگاه می کند. او می داند که بزرگترین بایگری خود را، عشق و باوری را به یک هوس کوتاه مدت فروخت. قصه نگاره به همه زنان درس عبرت شد. هیچگاه اجازت ندهید که کسی با حیات شما بازی کند. شما ارزش زیاد دارید و درد امروزه شما می تواند آغازی غلبه بزرگ فردای شما باشد.